مثل یه سگ برات پول خرج میکنه. اگر دارچین رو برداری روی یک اسکناس بذاری و بعد از چند روز دارچین رو داخل یک نوشیدنی گرم بذاری مثل چای و به خورده طرف مقابل بدی. عشقم این چای چه بود دارچینی میده؟ دیگه دیدم گرمیه، هوا هم سرده، برات ریختم. یکم پول داری بهم بدی؟ چندیه این؟ 10 تومنیه. بابا بیشتر پول بده. 500 تومنی آخه. چرا انقدر کم میدی؟ سگه دیگه فرق پولا رو نمیفهمه که. دیوید میگه که میخوام از مادرم تشکر بکنم که برای مرجان یه سورپرایز داره. یه خونه در لس آنجلس خرید کرده. مادر دیوید برای دیوید 2 تا خونه خریده، یکی در مکزیک و یکی در هیوستن. دفتر رو نگاه کن، 6 نفر آدم اومدن خوردن لنبوندن، سرجم 400,000 تومن پول انداختن. کارت بزنی خونم در نمیاد. یه هماس با تبوله. کی حبسه تو طویله؟ دارم سفارش میدم. آها، یه پاتزای آلفردو هم برام. منظورتون پاستاست؟ آره همون پاسکال. یه کافی 70 عربیکا. یه 80-40 روبیکا هم برام. برادران کارامازوفو دوست داری؟ اسماعیلشون رفیقمه. خیلی برام مهمه که بهم کیر بدی. خیالت تخ بابا، ولی آدم اصلا نباید توی رفاقت کیر بزن. فلسفه زندگی کدوم؟ گوته یا باخ؟ هانسیکو تباخون بابا، تو چقدر بی حیایی. من رفتم. وای اومدیم لب ساحل، قلیون رو یادم رفت بیارم. دیوونه حالا یه قلیونه دیگه. هیچ کس در من جنونم، در من جنونم. زیر بارون خیلی میچسبه میفهم.